زینک صدها نفر همون کسی که حال به نام تاکسیوان اونجا میگه تاکسیوان هستم تو آقای تاکسیوان در واشنگتن خیخانه در 15 کیلومتری واشنگتن از کجا کرد؟ دزدی اشرف غنی، بربادی نظام توسط اشرف غنی، فساد اخلاقی در نظام اشرف غنی، فساد اداری در نظام اشرف غنی هیچ نیاز به فال نیست، نیاز به استخاره نیست، نیاز به بررسی نیست و نیاز به بحث گرفتن نیست. همین نکته را ما میخوایم که بینندگان محترم واضح شد و همکار ما بعداً صحبت کنند. شما جنایاتی که در ارگ صورت میگرفت، او خانمی که وزیر انکشاف دهات بود گفت من به اشرف غنی گفتم که در ارگ فساد است، اشرف غنی تیر خدا بود. آیا اینا جنایت نیست؟ اینا نیاز به بررسی داره؟ اصلا اینا شرافت نداره، اصلا اینا وجدان نداره. به خدا قسم است که ژن از اینا کثیف است. در غیر از او اگر اینا حداقل بوی از انسانیت میفهمیدن، به عنوان چهره سیاسی و به عنوان یک شخصیت مطرح دیگه در صحنه بین‌المللی و میدیا حاضر نمیشد.